پروردگار مشکلت آسان کنه. آمین. در کسب و کارت برکت دیه. زیاد دقیقه شدی شد همش میشوه. فقط آدم حرکت کنه، خواهش داشته باشه، حلال کار کنه. آخی من این کنه ندارم. من تنگه کدوم هر نه تنگه میرم. در نقش ها قیوم و اویم خال، دلیغ میرخانوف، رجبالی ابرانی، مؤلفی سیناریا و کارگردان رجبالی ابرانی، نوار بردار شهزاد جباروف. این زریعتی یک تلفن ما گرفتم. چی بود؟ انا گرفتم ببوها ببوسم خشی. اوچا جان؟ اوچا بچه میروی؟ اوچا یه لوگنون بیاره برای راه یکی گیشنه نمونو. یه لوگ چی میشه؟ یک تا نونی گرم ککتیم بعد؟ یه لوگ مایلش ولا گیشنه نمون یکی او دو لوگ آورده که میشه دیگه نمون کارم ندوشه دیگه روزانم خودک میخرم. بچه جان گشنه نمونی وقت ساعتش ده نونک تخور چویک تخور مایلش. اوچا یک جای سفر رو کشویش کن. پروردگار مشکلت آسان کنه. آمین. در کسب و کارت برکت دیه. آمین. خدای مهربانم همه وقت نگهبانت باشد. آمین. ساق رفته سلامت برگرد. آمین. آمین. الله اکبر. جانیو چیه میگم که همین کارت بود میکدی و بیگه بر وقت بر میگشتی. ما اکو دیگه میگم که همین هفته 2 هفته پس بیاد بخین راه دا با ماشین پلی خراجات میشوه. اما اگر دیرتر بیام بود بعد سفر بیام دا کوچه. راست میگی جانیو چلی که اخیر زن و کودکت 2 روز پس گفتن که میاییم از خانه مادرشان. مالو چه خیلی کوشش میکنم. جانیو مال خیلی پرات بخدا احتیاط کنی خدا. مایلش خودت احتیاط کن بچه. چه بعد همین کم اومونه که هم خوک شده. مایلش بچه جون غم نخور خودم میکنم همش. مال خیلی بچه جون. مایلش وای بچه بیچاره شرایط هم خیلی شد. بچه بیچاره مجبوره که رفته در راه دور کار کنه. السلام علیکم. السلام علیکم. چه خیلی اکا؟ بشه سفر رو بخیر. دوشنبه رفتیستم. بشی برم تکا. نه مامی چی تنگه نمیرم. بچه چی فرق دارم؟ شهر رفتیستم ای برم تو خی؟ اخی من دامون تنگه نو خد میرم ولی نمی یا زیاد تنگه تگذشت ولی با ای صبح میایم تنگه خد میرم. بشی میبرم تا که کانسانر داره سال قینک شده بر راحت ببرم تو خی. کانسانر داره؟ اوه آخی من این کنه ندارم. من تنگه کدوم هر نه تنگه میرم. بشی اکه بود صحبت میکنیم چورتا صحبت میکنیم چخ که میریم. بشی این ماشین چی نام داره؟ لکسوس. لکسوس ها؟ یا همسایه ما داره اون دیگه خیلی. بشی حالی بشی بعد چخ میکنی. بشی میبرمت. بشی
یک خانده تازه بشین بسم الله. شهر کجاش میره؟ همون چی سخوات شبره؟ تمام. ولی اگه شهر میره یا؟ دوشنبه رفتستم. خندو تابزه تینجا یگان توی یگان مرکه یگان زودروزه همون کارهای ساختمانی همون میکنه همه کار میکنه همون این همی عربا کشی هم کرده در بازار دیخان است کو کپرازین اینجا در عربا کشیده بودم یه وقتا بعد همجا خطی به طبیعت جنگ شدیم هم دیگه همینجا دیگه گرفتم رفتم یا نرفتم خیلی نمی ما دیخانه او همین بسر مزوری کرد همه هوایت از هم که همه غلطی در رو کرد یکی نمیدونم چه خیلی که افتاو گرنگش کرده بود خیلی دیگه با گرفتم هم دیگه نرفتم خیلی اشی دیگه نمیدونم خیلی نیفتنم ولی بعد با همین کارهای ساختمانی دار ولی هم میگم برم همون خیلی بینایی بلند که اینجا هم اوستا رو میگم با خیلی یاردمچی میگه یاردمچی اوستا میشم پادسابنیک میگن که خیلی کار میکنم بعد پادسابنیکی میکنی ها؟ خیلی دمو یه هفته یک جای میشه 2 هفته نمیره خیلی قشلاق ما تادش میره 20-25 کیلومتر با خیلی 15 سن 20 من خیلی رپلی خیلی با چی میگن اکنام میشه ده اشلا نشیدی؟ ای سوختم تشنه ایدان نمیره در سوختم باشم خیلم بخه اینجا با دارم یکی میگم شما بای نه خیلی خدورش که من خیلی که یکم من نمیتونم شهردم رسیدیم مردک خوبه اکا؟ او اکا دوستان عزیز یک لحظه بعد خدمت خواهران مادران و اپاجانکان میرسونم که شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی که فراهم آورده که شما میتونین در خونه تا میشینین در خونه نبروین توسط همون تلفن دستیان کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون در خونه نشسته پیش برده در یک ماه کم از 3000 سر کرده تا 15000 تومانی پول به دست بیارین. برای به کار قبول شدن دیپلم لازم نیست، زبان‌های خارجی دانستن لازم نیست، یگون کسا التماس نمیکنین، یگون کسا پول نمیتین. دانشجو دخترکا 100% میتونین کار کنین. اپ‌هایی که در کارخانه‌های دولتی و کارخانه‌های شخصی کار میکنین شما رو هم در پنی تلی میتونین که همین معاشو را بگیرین. 2 ساعت 3 ساعت وقتونه در یک روز صرف میکنین و هر ماه هم خیلی معاشو را میگیرین. برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنین؟ واتساپی زلاتای دایرکتری شرکت فابریک اپای شکرانه بانو دا اینو می دو درکتون مراجعت میکنین. اپای ما تمام نازکی‌های کارا نقطه به نقطه شما را میفهمونه یاد میته و شما را میتونین در آینده رنگ همین اپاجون ما 15000 20000 30000 یعنی که معاش به دست بیارین. در شرکت فابریک کار کردن چی خوبی‌ها داره؟ 21 روز پس شما معاش میگیرین، غیر معاش هر ماه تحفه میگیرین. غیر تحفه وقتی که شما 2 ماه 3 ماه حرکت میکنین در شرکت فابریک دایرکتر میشین، در این حالت حساب شرکت شما را 20000 تومانی تحفه میتن. این چونین یک چلای طلای دیگه ایجونی بیا پای شکرانه یعنی که همین دایرکترتون. برای همین دوستان عزیز حرکت کنین بنویسینش و نگفتن همون وقتی شما در شرکت فابریک کار میکنین برای تولد شدن هر یک فرزندتون با 10800 تومانی دیگه ایجونی به شرکت تحفه میگیرین. برای همین حرکت کنین. شرکت فابریک 100% سرتیفیکات حلال داره و شما را برای کار کردن توصیه میتونم. در خونه پروست تک نشینین. شهردم رسیدیم مردک خوبه اکا؟ او اکا رسیدیم جای گفتگی داد رسیدیم؟ باور که خوب بوده یا؟ با کی ماشین خودت؟
سیو ملایم میرفته دیگه خوب بوده استار روشن در گفتی های نیجا بگو میره که خوشبختانه رسیدیم چیت سلامت اوه نکی این ماشینش ما ملایم میرفته خوب مرده ما همه تنگنده هر روز میریم همه شبده میریم میریم مارکت یا نه خوب نیمانه نه چی یکی ماشین ناز دست های رحمت کلان نمی 3 4 5 6 نمی 6 نیم سامان دارم نمی 6 نیم سامان بگی با یکم نمی نمره تلفن تبتی اگر نمی کار اکسر کردم یکم 10 سوم 15 سوم میگرد میارم نه یگون چی لازم نیست فقط در حق ما دو که یگون چی لازم نیست رحمت دام میکنم ولی با تلفن میکنم و چم میکنم و چم با خیلی کمپیر دام میکنم حقتون صبح برکت های کمپیر رحمت کلان خیلی یعنی که یگون کاری دویمی نداری ها؟ نه خیلی باشه یا مسئله من راستی ازی کار دارم قفای کارا میشم رقمای تلفنی مرا در تلفنت بگی بگه مرا زنگ بزن ساعتهای 4 و 5 همه نمره تلفن تو نه تنمی تلفن من نمی نویسی؟ ها؟ تو بنویسی؟ اینا همه آخرش 99 بله الان 4 تا رقمای تلفنی مای انا رجبالی ابرانوف امی بگه ساعتهای 5 و 4 مرا حتما زنگ بزنی مالی زنگ میزنی براری کار مال رحمت کلان خب مالی بیا کام مگازین کلام بوده استدرامگر نگاه دور آنجا اکا ممکنه بیا شدی بای اکا آدم گفتگی تا آوردم خب همین آدم آوردگی تا نفهمیدم اکا چه کرده است؟ چی کم بودی دارم؟ خیلی در نظرم کیم چهل تفتیسته اکا همین نفهمیدم ما یکم گرنگه رنگی که میگوی اگه چی را ندیده اکا ندیده چه همین شدی؟ بسیار انسان ها عجایبن خصلت خوب دارن انا دلی بیازار دارن زبانی بیازار دارن فهمیدم اکا و نکی اخی دهی کاری خود من میدونه که اکا آدم کارچلون چقون در کره اکا نمیدونم یکم پداونه چیه این هم خیلی نگاه کدک شدی جون ولی ای همه دا آدمی بفهم ای همه دا آدمی هشیار دیده باش همین میشوم تمام بیا اکا مرحبا سلام علیکم رئیس سلام خوش آمده چه خیلی سازین سلامت باش خودت خوبی تینجی شکر خدا میشم خوش آمدی بگذر بشی رحمت کلام کارو تبود کرده آخی؟ امو رفتم گفتم که پیش یک استا میرم رفتم که او با یاردمچی داشته است گفت که ولی من آدم در کار نیسته بعد دیگه گفتم یک جای دیگه میرم با کارکوی که این برادر اومد گفت که رئیس خطا پرسیده است بیا بریم خیلی بخیستیم اومدیم
خوب کردی، نقص کردی. انا که گوش که برادری من درباره سودا، درباره تجارت یگان معلومات داری؟ نه ما درباره تجارت من معلومات ندارم. یکی خیلی اینمی همون قشلاق مونده اینمی کارتوشکا، سبزی، پیاز خیلی میکنه. خیلی همون زیادشا میفروشن اون طریق فروختگیمون. یکی خیلی سودا کردگی نیستیم. راست شما میگم خیلی سودا کردگی ما اینطوری سودای مثل لباس و خوراکا در مغازین خیلی کار کردگی نیستیم. همش میشوه. فقط آدم حرکت کنه، خواهش داشته باشه، حلال کار کنه. محیط کاری ما معقوله چی داخل؟ نه زور بوده. همین آمدم در آمدم درونش سالخین. ما در افتاو کار کردگیم همین در زمینای گرم افتاوی سوختگی اینجا در همه جای سویا سالخین بعد مغازین کلام ده ها؟ بله بله موضوع کلام های انا که گوش که این روز احتیباران انا شدی بای همه کارو برا میفهموند یادود میته خلاصه در همین کارخانه ما کار میکنی فعالیت میکنی همین صدقاً کار که ای تحت دیل کار که در آینده با این کار با یک زینه بالاتر میمونیم با مثال یک کسیرت میمونیم یک ادمنستراتوری کارخانه میمونیم این میمونه؟ کسیر نه چی سومی صبح نه؟ جواب به مقصد همین فقط که چیکار میکنی؟ معامله خطی مشتری ها حرکت میکنی که معامله خوب کنی یگان کسا نرنجونی یگان سخنی دغلانه نگوی خلاصی گپ که همه شخصی وابسته فهمو؟ رحمت کلام براری کار رحمت کلام رئیس تکو رحمت کلام رحمت کلام یا چانس من اکا زیاد دقیقه شدی شدی همین کسون بودی او طرف سیاه کسون بکن چندیه ای بچه یک کم تر آرام یگون کسی تلخش نکفونی چی گپای؟ یک ایادم برو اومد خیلی همون تو دیو نمون کدی امی هر چیز گفتانه دکلت بگی؟ یک ایادم برو اومد گوش که رئیس گفت که امی صد با که نفهمید تو فهمانش بیا بریم که کدا میشم میگوی تو اون هم جای یک بودک اینجا بیا میگذره وای به حال من تو به حال من تو شده هیچ که نمونده بود گفتاش اما اخیر کار باشد چی؟ خوب باشد همسه همسه خیلی بعد میبینیم چی میشه با میبینیمش سلام علیکم و علیکم السلام مولا جان همین خونه دلیل شونه ها بچم بیاین شما که یکا آشنا شدید؟ رفیقش میشم من رفیقش؟ بله بیاین سوزه تیجه بچم نیسته شهر دای او شهر دای؟ چکو میکنه باید شهر دای؟ کار کنین شهر دای؟ ها
دیگه شما سوده خولا جون تینجه میشه رحمت نباشه خولا بیاین تشکر خولا جون من سروشی من این باید برم شما مرا نشناخته نی باشه همی درستانی گفت نه که مشناسی همی مرا نشناخته филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментарият давом нависед.